خاک اکاجان پیشی گفته اگه ما هم یک خواهر که مثلا هفته دیگه شوهر میکنه مایلش چی گپی داری بگی گپتون اگه اولش که یکون گپ گفته باشیم خیلی زندگی چیزی گفتم با فایده گفتم خواهر جان زندگی کردن در کار خیلی نکم با کلانتره که خودش میفهمه ما در پیش اکون یکون چی گفتن نمیتونه اینا با دخترت یکون گپ داشته باشه اینا گپ زنه یکون نه من دیگه گم ندارم. زیر نشه این اپشش شو دو دستیم زیر میشه آخه اپام شو میکنه میره دیگه مرا کی میزنه کی میپوچه تو نامه هیچی نمیکنن هیچی نمیکنن همین دختر همین اکا چیزی که گفته باشه در زندگی برای فایده گفته اینا این قدر به وای رسوندیم تا کلامت کردیم خیلی نصیب باشه ان شاء الله هفته دیگه توییتر باید بودگه خواهر جون مبارک شود مبارک شود رحمت اکا بچه پرسمتونه خاک شما زن گرفتگی میدونید امی شوهر تلخه یا شیرین؟ تلخه یا شیرین ولی اگر بگم که شوهر شیرینه این شوکنه مورا دیگه اهمیت نمیته اگر بگم که شوهر تلخه این شونک نه ایره دیگه کی میگیره ای اکا بگو ما؟ خواهر جون شوهر نه تلخه نه شیرین شوهر ترشکه خواهر جون همی من میگم که همی بازار و کوچه ها میرم بچه ها را میبینم ای دهنم میروم صاحب خانه او صاحب خانه صاحب خانه بیاین کیه؟ بیاین اکا سلام علیکم علیکم سلام نازن سوزن میشه رحمت یگون کس کلانتر خانه ده هست ها اتام خونه ده فایرو کنیشه محل شازی کیه بگو بیایا بی جورا سلام علیکم و علیکم با سلام و علیکم نازه تقوی سوزن رحمت بی خونه بدونی نشناختم نکی اکا رحمت راستی که من همین یک ماشین همین کوچه شما خدمت گذارم خب دیدم همین حوالی تانا دیدم بسیار گفتم وضعیتش بیزه گفتم بدرم احوالتون یک خبردار شم هزار رحمت جورا هزار رحمتی کلان هزار رحمتی کلان ما همی شکرانه میکنیم که شما همی ایده دادیم ما میدرین ای احوالی ما خبردار میشین هزار رحمتی کلان هزار رحمتی سلامت باشین بی بدونی خونه بدونی گفتم که تقوا جان یک کاری خیره اگر روزی باشین همین خونه رو ما یک چپه کنیم پول چپه کنیم خب بعد همینجا یک خونه حضیر زمان شما دا ساخته توفه کنیم هزار رحمتی کلان هزار رحمت پروردگار خدا جان همین خیلی صفی جوانان را زیاد کنه که همین خیلی میدرین احوالی ما خبردار میشن دستگیری میکنن هزار رحمت جورا هزار رحمت سلامت باشه شما تیارتون ببینید ما پگا استور رایی میکنم میان چینی چوخ میکنن نصیب باشه خونه رو سر میکنن ساختنشان در نام صدقه با شما چند استور رایی میکنیم 4 استور رایی میکنیم 4 استور رایی نکنیم که همین 3 تا رایی کنیم بس اینا من خودم بیکارم قطعشون کار میکنم تقوا جان شما تشویق نکشین یک چای کبوتی تاق دم کنین در بالای سر استاد چای نوشیده نظارت کردن گیرید ما همو پولی استاد را عدل نمیتون با نصیب باشه اویلی کشما را هر ماه 800 سومونی میتون هزار رحمتی کلان خدا برکت افته میندارم باور که میندارم هزار رحمتی کلان دیو خونه بدریم اخی شید نه میرم رحمت تقوا جان شما تایرتون ببینید ما هم پگه هم استور رو روی میکنم مسئله شما رو میبینم خوب نازمونه هزار رحمتی کلان رئیس جان لبای میگم یه چی دیگه را پرسم لبای میگم جوره همی معاش استاد کمک کار ندارم همین معاشی ما کم نیست
талха кафам кади. میبخشی السلام علیکم اپا علیکم سلام. سازه اینجا خونه شما نه اینجا بوغه من تماشا آمدم. شما تماشا اومده سازه اپا شناس نمیشه من از دیویژنی کدستی با چه خیلی اپامه بود. ما دیویژنی که دستمالی به اون تبیان که شده خطی گازنه میبخشی اوزی میبخشی دختره کشرو خود شوکه نیستی؟ نه هیچ چی با؟ اولی من مکتب میخونم. مکتب میخونه؟ با که شو میکنی؟ که مکتب تمام کردم انا بعد شو میکنم. میبخشی خیلی ما میره ما دیگه جا غلطی دیم طرفی اوسه خیلی مایلش ای بچه کشک دقیقه بستن؟ случайно ما زنگیر نیستن؟ ما مره میگی؟ نه حالی ما زن نمیگیرم با کای زن میگیری؟ کای زن میگیرم؟ که که تو مکتب تمام کنی با نه تو گودکی تو حالم گودکی صنف یکی ترا ما جان کنم اخی ما ترا چی گفتم ما ترا یه هفته پیش گفتم که میرای بخی جویا کارا همش سس میکنی اینجا نگاه میکنی صبح نکی میکنی تازه میکنی ها یا نه گفتم ها کی باشه چی به تازه نکردی الله زده الله چی ده الله زدی خدا تا نگفتم کارش آسان شه الله زدم کمش تو سیا کارم آسان شود درخت پرخت همه ما درخت مهنت کردیم همه را جزیر کردی احمق السلام علیکم سلام علیکم سعدی جان سوزی سلامتیات خوبه یانگا نازن سوزین تینجین احوالتون خوبه سلامتی خوبه رحمت مبارک شود خساندیای گذشته همه رحمت ای ترا آدمگاری سسته سعدی جان آدمگاری سسته بیامونی زنگ گرفتی توی کردی خبر نکردی اکه کامل جان روزیگه همی آدم خرسندی میکرده توی میکرده همه چی یادش میرومده خیلی نگفتی هیچی گم نه توی ده من بچه کینگیر نیستم بچه خفه میشدگی نیستم سعدی جان نکی زنگ گرفتی نو کاری خوب کردی انا نو بزنداری معلومش کردی خطا سر رو توزه لباسات اوزاده همه اوتو کردگی گندگی داره اکه کامل جان این لباسات توزه اوتی کردگی این همش هیچی زنم گفته که با دیگه کارا رو هم یاد بیتم تا